صبر کن. وسط شهر برن دارن یه مش خرس برای خودشون آروم و ول میچرخن. آره دوست من، اینا ساکنین VIP این شهرن. اینا رو میبینین؟ نه اجاره میدن، نه مالیات میدن، نه هیچ چیز دیگه، فقط واسه خودشون میخورن و میخوابن و البته هر سال کلی بازدید کننده فقط به خاطر این خرسا از همه جای دنیا برای فیلم و عکس گرفتن از اینا میان. یادتون باشه هر وقت اومدین شهر برن یه سلامی هم به این خرسای مهربون بکنید و کلی ازشون لذت ببرید. اگه طبیعت سوئیس رو دوست داری حتما کانال من رو دنبال کن و این ویدیو رو یه لایک بذار.